حالا من برنامه نویدی بمدادی رو برای شما تقدیم میکنم. بر اساس دو ترکش دهشتناک در شهر بیروت پایتخت لبنان 10 نفر کشته و هزارها نفر دیگر زخم برداشتند. حکومت اعلام کرده است که کشور با فاجعه روبرو شده است. حادثه 4 آگوست در بندر بیروت به وقوع پیوسته 10 بنا را ویران کرد. پاره های شیشه و ماشین و خرابه ها چندین کیلومتر طول کشیدند. به قول شاهدان بیروت به منطقه جنگ شباهت دارد. وزیر تندرستی لبنان حسن حمد میگوید ترکیش در انبارهای بندر لبنان حیات کمش 73 نفر را از بین برد و بیش از 4000 نفر را مجروح نمود. شفاخانه های بیروت سرشار از مجروحان بوده. تخمین می شود که شماره فوتیدگان از این بیش هم افزایش یابد. سروزیر لبنان حسن گیاب میگوید در انبارهای بندر لبنان 2750 تن نیروی مینرالی به ویژه نیترات امونیوم چند سال این جانب نگهداری میشد و همان مواد ترکیده است. یک عده کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، فرانسه، اسرائیل و ممالک عرب به لبنان کمک های طبی و خیریه فرستادند. و در رو میریم به خبرها از تاجیکستان. معاش کارمندان بودجوی، نفقه و استیپندیا یا ادرارپولی ها از 1 سپتامبر سال 2020 در تاجیکستان 15% بالا برده می شود. پرزیدنت امام علی رحمان روز 4 آگوست در این زمینه فرمان امضا کرد. موافق این فرمان معاش آموزگاران، طبیبان 15% بالا برده می شود. به همین اندازه میزان نفقه در تاجیکستان بالا می رود. بنابر اطلاع آژانسی سقراط اجتماعی و نفقه اندازه میانه نفقه پولی ها در تاجیکستان عین زمان 303 سومانی است. با 15% بالا رفتن اندازه نفقه ها برای مثال 45 سومانی آن بالا خواهد رفت. اندازه معاش حداقل در تاجیکستان 400 سومانی و میزان معاش میانه در کشور اندکی بیش از 1300 سومانی معادل 130 دلاری آمریکایی است. و در ادامه همین فرمان گفته می شود که معاش حربیان، کارمندان دادستانی و دیگر مقامات حفظ حقوق با همین فرمان رئیس جمهور 10% بالا برده می شود. بالا بردن معاش در تاجیکستان در حالی است که مقامات از کمبود پول در بودجه کشور بنابر تاثیر منفی پاندمی کرونا ویروس می گویند. تاجیکستان در آستانه انتخابات پرزیدنتی حالا قرار دارد. شبانه روز گذشته در تاجیکستان 45 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. به اطلاع دفتر مطبوعات وزارت تندرستی از 3 اپریل تا 4 آگوست در کشور شماره گرفتاران کووید 19 به 7583 نفر رسیده. از این بیماری تاکنون در مملکت 6356 نفر و یا 83% گرفتاران شفا یافتند. در این مدت 61 نفر از این بیماری جان دادند. کارشناسان مستقل به درستی آمار رسمی دایر به مرگ و میر از کووید 19 و سرایتیابی به آن شبهه دارند و میگویند ممکن است شماره فوتیدگان و گرفتاران از این هم بیشتر باشد. یک جوان 22 ساله زاده تاجیکستان که جسدش را با علامت‌های مرگ مجبوری روز 2 آگوست از منزل اجاره‌اش در کوچه مارشال کازاکوف در شهر سنت پتربورگ پیدا کردند، یک بلاگری همجنسگرا در شبکه تیک تاک زاده تاجیکستان بوده است. به قتل او صاحب خانه‌اش یک مرد 45 ساله روس را گمانبر می‌دانند. سامانه اخبار.com در تکیه به نوشته‌های رسانه روسیه نوشت که صاحب خانه دوست این جوانی همجنسگرا بوده است. بنابر اطلاع منابع نزدیک به تفتیشات این جوانی کشته شده در اینترنت بودن خودش را پنهان نمی‌کرد و در ویدیوهایش نیم برهنه می‌سرود و می‌رقصید و آشکارا می‌گفت که با وی چگونه مردان معقولند. این جوان در تیک تاک و دیگر شبکه‌های اجتماعی با نام سلاویانی گروموف 20 صحیفه داشته است. روز 2 آگوست ساکن 45 ساله شهر سنت پتربورگ با پلیس زنگ زده خبر داد که در منزلش در کوچه مارشال کازاکوف جسد شهروند 22 ساله تاجیکستان را که در این خانه اجاره می‌نشست پیدا کرده است. کارمندان پلیس در بدن مقتول علامت‌های بوغی کردن و همچنان در رویش پای خون را مشاهده کرده شام 2 آگوست صاحب خانه را به گمان دست داشتن در کشتار اجاره نشین بازداشت کردند. و دمیتری مدویدوف معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه گفت به سبب پاندمی کرونا ویروس جنایتکاری در بین مهاجران در کشورش زیاد شده است. مدویدوف هنگام جلسه شورا در روز 3 آگوست گفت که در نتیجه پاندمی 40% مهاجران در روسیه از جای کارشان محروم شدند. او افزوده است که چنین شرایط به شبهه باعث افزایش
جنایت می شود. وزارت امور داخلی روسیه روز 25 ایول مهاجران را به افزایش افراط‌گرایی و ایران کردن ترتیبات جمعیتی و تظاهرات بدون اجازه متهم کرد. 2 روز بعد از این خدمات فدرالی امنیت روسیه گفت که یک مهاجر تاجیک را که قصد حمله تروریستی در مسکو را داشت کشته است. اکثر مهاجران در روسیه از کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان هستند که در ساختمان‌ها کار می‌کنند و به پاککاری کوچه و خیابان و خانه‌ها مشغولند. دمیتری مدودوف گفت که ممکن است که روسیه مقررات قبول مهاجران را سخت‌تر کند و در صورت قانون‌شکنی‌ها آنها جوابگویی شرکت‌های کاردهنده را بیشتر می‌کند. FBI یا خود اداره فدرالی تفتیشات آمریکا شرکت‌های مربوط به یک سرمایه‌گذار اوکراینی را که با پرزیدنت این کشور ولادیمیر زلنسکی ارتباط دارد مورد تفتیش قرار داد. روز 4 آگوست افسران FBI اداره‌های میلیاردر ایگور کلامویسکی را در شهرهای کلیولند و میامی کافت و کاو کردند. طبق اخبار رسیده رسانه‌های ایگور کلامویسکی در سال 2019 به پیروزی زلنسکی در انتخابات پرزیدنتی اوکراین کمک کردند. اداره FBI به رادیو آزادی تصدیق کرد که مفتشان در اداره‌های مربوط به کلامویسکی تفتیشات گذراندند ولی از دادن تفصیلات بیشتر در این رابطه خودداری ورزید. در ماه اپریل سال 2019 و می سال 2020 رسانه‌های آمریکا گزارش داده بودند که FBI احتمال شستشوی پول از جانب کلامویسکی را تحقیق دارد. حکومت افغانستان تصمیم گرفته است که 7 آگوست در شهر کابل لایه جرگه و یا انجمن پیرانی قبیله‌های کشور را دایر نموده سرنوشت صدها طالبی اسیر را حل و فصل کند. رهبران طالبان طلب دارند که قبل از آغاز مذاکرات صلح با طالبان از زندانها آنها آزاد شوند. هفته گذشته پرزیدنت افغانستان اشرف غنی همچون نیت نیک 500 طالب زندانی را از محبس‌ها رها کرد و بر علاوه با تشبث طالبان در دوام 3 روز عید قربان در افغانستان آتش بس جاری شد. در یک پیام تلویزیونی روز 31 ایول پرزیدنت افغانستان اشرف غنی گفت حکومت 4600 طالب را از زندانهایش رها نمود. طالبان بر پایه سازش صلح با ایالات متحده آمریکا که در ماه فوریه امسال در قطر به امضا رسیده است طلب داشتند که 5000 طالب از زندانها رها شود. پرزیدنت افغانستان افزود بر پایه کنستیتوسیون او حق ندارد که طالبانی باقی مانده را از زندانها رها کند زیرا آنها در جنایت‌های مدهش دست داشتند. از این رو رهبر افغان گفت که او لایه جرگه دعوت می‌کند تا سرنوشت محبوسان طالب در این انجمن مشورتی بررسی شود. جنبش طالبان می‌گوید که طبق سازش با آمریکا 1000 محبوس را از زندان‌هایش که اکثرا نمایندگان و طرفداران حکومت بودند آزاد کرده است. وزارت کار خارجه تاجیکستان انوشروان آریفوف خبرنگار تلویزیونی نستایش وریم یک بخش رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را از اکریدیتاسیون و یا پروانه کار محروم کرد. در این باره مقامات روز 4 آگوست نماینده دفتر رادیو آزادی را در دوشنبه رسما آگاه کردند. مهلت اجازه کار انوشروان آریفوف روز 1 آگوست به پایان رسید ولی مسئولان وزارت آن را دراز نکردند. مقامات تاجیکستان از نشر 2 مطلبی وابسته بر روش‌های تبلیغ احتمالی پیش از انتخاباتی پرزیدنتی در پایگاه‌های رادیو آزادی ناراضگی کردند و آن را مغرضانه می‌دانند. مؤلف یکی از این مطلب‌ها انوشروان آریفوف است. قرار است تیر ماه امسال در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار شود اما سنه دقیق آن هنوز اعلان نشده است. ناواسطه از این در این دوره سفرهای پرزیدنت امامعلی رحمان به منطقه‌های کشور افزوده و بازتاب سفرهای او در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بیشتر شده است. در قزاقستان صاحبکاران وظیفه‌دار شدند که هنگام فروش نوشاکی‌های اسپریتی و تماکو از مشتریان حجت تصدیق کننده شخصیت طلب کنند. معیار نو در کدکس سلامتی ساکنان و نظام تندرستی این کشور درج شده است. بر اساس قانون فروشنده ها حق دارند که در صورت پیشنهاد نکردن حجت به مشتری نوشاکی اسپریتی و همه گونه نوع تماکو را نفروشند. پیشتر فروش آنها تنها به نابالغان منع بود. همین طریق در این کشور فروش تماکو و نوشاکی اسپریتی به جوانان تا 21 ساله منع کرده شد. برای نقض این بند قانون جوابگری مأموری پیشنهاد شده است. قانون‌های قزاقستان استفاده نوشاکی اسپریتی و تماکو را برای نابالغان منع می‌کند. در صورت نقض قانون والدان به جوابگری مأموری کشیده می‌شوند. همچنین در فروشگاه‌های قزاقستان از 1 ایول سال 2021 گذاشتن قوطی‌های تماکو در محضر عام منع می‌شود. فروشنده‌ها به جای قوطی تنها باید نامگوی تماکو را آویزان کنند.
الکساندر گردان روزنامه‌نگار شناخته روس از همسر چهارمش نازنین عبدالواسیوی 26 ساله جدا شده است. نشریه کامسомольская правда در این باره روز 4 آگوست خبر داد. الکساندر گردان زمان با نازنین ازدواج کرد که او 50 ساله و زوجش همگی 20 سال داشت و طی 6 سال زندگی مشترک آنها صاحب 2 پسر الکساندر و فیودور شدند. او و نازنین عبدالواسیو سال 2014 ازدواج کرده بودند. نازنین عبدالواسیو در خانواده شخصیت‌های معروف تاجیک تولد شده است. گذشتگان او شاعر خلقی تاجیکستان میرسعید میرشکر و بابایش کارگردان کینو والری احدف میباشند. بینندگان عزیز، در پایان این نشر نویدی بامدادی همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قربی که امروز از جانب بانک ملی تاجیکستان معین شده است، $1 آمریکایی 10 سومانی و 31 درم معین شده است. قرب 1 یورو 12 سومانی و 12 درم ارزش دارد. ارزش 1000 روبل روسی 139 سومانی تعیین گردیده است. اینجا نویدی بامدادی به انجام میرسد. برنامه‌های نو و جالبی ما دوام روز تقدیم شما میشوند. ما را همراهی کنید.